اینجا زمین است. سلام گرم ما را پذیرا باشید از زمین، از زمینی که سفید شده از برف‌های آسمانی. در این شب‌های زیبای زمستانی میهمان خانه شما هستیم. پس فنجان چای یا قهوه خودتون آماده کنید و لحظاتی را با ما همراه شوید. به نام طلوع بی پایان. به دنبال چه می گردم در آستانه بلندترین شب سال، در بلندترین خواب زمستانی؟ بلندترین شب سال به چه کار آید وقتی در بلندترین خواب زمستانی خیش باشی؟ در یلدای 1000 سالم شب یلدای امسال گم است. طولانی بودنش به صف روزها و شبهای جهلم نمی رسد. اگر نخواهم، اگر در طلب نباشم، در بلندترین بلندای یلدای عالمها و در عمیقترین اعماق خوابها خواهم ماند. میدانم من طلوع یلدای 1000 سالم، طلوع یلدای آدمی که به جهل خویش لحظه حضور را به 1000 سال بی حضوری بدل کرد. پس چرا در یلدای خویش گم و سرگردان درگیر خوردن انار و هندوانه، درگیر فال هر روزه خویشم؟ چه روزها و ماههایی، چه سالیانی که گم کردم. اگر اکنونم یلدا شود چه کنم؟ یلدایی بی طلوع. وای بر من، وای بر من بی طلوع. بارالها، فرصت فهم یلدایی بودنمان، توان درک طلوعی در پس یلدایمان و حقیقت هر یلدا را نصیبمان فرما. بارالها، مرا از یلدای امروزم برهان و به طلوع یلدای اکنونم برسان. خوشا بیداری پس از بلندترین شب سالیان سال.
عاشق دنیای شیرینت چند روز مونده به زمستونم وقتی از احساست به برف میگی شعره که تو چشمات میخونه. یلدای این خانه با صدای مسعود امامی. من عاشق ذوقی که با یلدا توی نگاهت بست میشینه، دنیا رو خیلی خیلی زیباتر با احترام و عشق میبینه. من عاشق وقتی میفهمی این براز بارون، وقتی حواست نیست هوا سرده، وقتی با بارون میزنی بیرون. من عاشق یلدای این خونم، من عاشق برف زمستونم، این عشقا به دنیات مدیونم. من بابت این عشق ممنونم. در خیالم کوله باری بسته‌ام، در خیالم کوله باری بسته‌ام، از سکون زندگانی خسته‌ام. راهیم اما نمیدانم کجا، گشت پنهان کاروان ناکجا. هر سپیده با طلوع آفتاب، دیدم آن کاروان را در سراب. راهیانش با ملائک همرهند، سر به زیر افکنده اما سربلند. رویشان از روشنی چون نور بود، راهشان از ما و منها دور بود. لا تخف می گفت پیر سالکان، مقصد و مقصود سوی لامکان. در پی آن ساربان و راهیان رفتم، اما دریغ از یک نشان. اندک اندک دور شد آن قافله، ماندم اینجا من و این فاصله. من عقب ماندم ز راه بندگی، گم شدم در های و هوی زندگی. من عقب ماندم ز راه بندگی، گم شدم در های و هوی زندگی. همسفرها رفته‌اند از این دیار، مانده‌ام من در جهان انتظار.
چه بگویم چگونه میتوان فهمید و فهمان که رفتن قسمتی بود ز بودن ز ماندن، که پایان منتاجیست لازم بر فیلم نامه هستی، داستانی بیدلی پایان و در میان همه علت را جویش، آغازی ناخواسته حاضران در صحنه را میشنویم با صدای مانی نعیمی. که دیده است آنان که دیدند و جنگیدند و رفتند، آنان که 100 سال بودند و لیک آنان نیز گذشتند، و آنان که چه پیش از موت چه زود خاطر گشتند، عاشقانی گمنام پنهان در پس یاد و نشانه، بزرگانی پرنام حاضرانی پرشور در سایه تاریخ غایبانی و همچون وزش باد و توفان بر آب، چون پیچش آواز دوستان پیش از خواب، یا چون کاروانی پربار از پیشتر تا بیشتر بسیار، صدا در صدا حلقه وار میماند از سینه در سینه به جا، صدا میماند گره‌وار میسازد در سکون داستان مبازی، صدا نمیمیرد زنجیروار میبافد در سایه تاریخ مبازی را. دقوقی عارفی بلند مرتبت و با کمال بود و پیوسته در سیر و سفر. کم میشد که 2 روز را در یک محل سر کند. در تقوا و بارستگی گوی سبقت را از همگان رو بوده بود و در اظهار نظر راست رأی و صائب بود. اما با این همه
در جستجوی اولیای خاص خدا طلبی آتشین داشت. از این رو سالیانی چند در پهنه زمین به دنبال مطلوب خود می‌گشت و حتی گاه می‌شد که برهنه پا و جامه دران قدم بر خارستان‌ها و سنگلاخ‌ها می‌نهاد و با گرمی تام و اشتیاق تمام همه جا را می‌جست. باشد که اولیای خدا نقاب غیبت از رخسار برگیرند و به دو رخ بنمایند. سرانجام پس از سالها تحمل رنج و مشقت به ساحلی رسید و با منظری بس شگفت‌انگیز روبرو شد. در اینجا بهتر است ماجرا را از زبان خود او بشنویم. ناگهان از دور بر کرانه دریا 7 شمع فروزان دیدم که انواری بس حیرت آور داشت. شعله آن شمع‌ها به اوج افلاک سر می کشید. با حیرت تمام پیش خودم گفتم این شمع‌ها دیگر چیست؟ در همین حال دیدم که آن 7 شمع به یک شمع مبدل شد و روشنایی آن افزونتر گشت. سپس آن یک شمع دوباره 7 شمع شد و ناگهان به 7 مرد نورانی در آمد که نورشان به اوج آسمان سر بر می آورد. حیرتم افزون و افزونتر شد. اندکی پیش رفتم، دیدم که هر یک از آن مردان به صورت تک درختی نمایان شدند. 7 درخت انبوه و پربار در پیش روی من بود با شاخه های پربرگ و آکنده از میوه های شاداب. و آنگاه دیدم که آن درختان صف کشیدند و یکیشان جلوتر از همه ایستاده، گویی که میخواستند نماز جماعت برپا دارند. عجیبتر این که آن درختان قیام و رکوع و سجود نیز داشتند. طولی نکشید که آن 7 درخت دوباره به 7 مرد مبدل شدند. آنها دور هم مجمعی تشکیل دادند. نزدیکتر رفتم و به آنها سلام کردم. جواب سلامم را دادند و مرا به نام صدا کردند. مبهوت ماندم که اینان مرا از کجا می شناسند و نامم را چگونه می دانند. در همین فکر بودم که آنها گویی اندیشه قلبیم را خواندند و در پاسخم گفتند چرا تعجب می کنی؟ مگر نمی دانی که عارفان روشنبین ضمیر اشخاص را می خوانند و از اسرار و رموز عالم آگاهند. سپس به من گفتند که دوست داریم تا با تو نمازی به جماعت اقامه کنیم و تو به امامتی سی و من قبول کردم. نماز جماعت در کرانه دریا آغاز شد. در اثنای نماز چشم دقوقی به پهنای متلاطم دریا افتاد. دید که یک کشتی در ورطه امواج گرفتار آمده. تند باد نیز امواجی کوهاسا پدید آورده و برهم میکوبد و همچون بوم شوم بانگ مرگ و نیستی برمیکشد. ساکنان کشتی در این هنگامه هولناک روحیه خود را به کلی باخته بودند و فریاد و شیونشان به عرش می رسید. به راستی که قیامتی برپا شده بود. دقوقی که در اثنای نماز شاهد این منظره رقت انگیز بود دلش به رحم آمد و صمیم دل برای نجات بلازدگان لب به دعا گشود و با زاری و تضرع از درگاه الهی استدعا کرد که آنان را از آن ورطه مهیب نجات دهد. دعای دقوقی مقبول افتاد و آن کشتی به سلامت به ساحل رسید و نماز آنان نیز در همان زمان پایان یافت. در این حال آن 7 نفر آهسته به نجوا پرداختند و از یکدیگر پرسیدند این چه کسی بود که در کار خدا دخالت کرد؟ هر یک از آنها گفت من چون این دعایی نکردم. بالاخره یکی از آن میان گفت این دعا کار دقوقی بود. دقوقی میگوید همین که سرم را به عقب برگرداندم تا ببینم آنها چه میگویند، دیدم هیچ کس پشت سرم نیست و گویی جملگیشان به آسمان رفتند.
چنان غایب شدند که نه رد پایی از آنان ماند و نه غباری در صحرا از آنان دیده شد. و اینک سالهاست که من در آرزوی یافتن آنان بر سر میبرم و هنوز این فراق به وصال نپیوسته است. دقوقی سالهاست در حسرت آن اولیا مستور ماند و تا پایان عمر در اشتیاق ایشان اشک ریخت. چون رهید آن کشتی و آمد به کام، شد نماز آن جماعت هم تمام. هر یکی با آن دگر گفتند سر، از پس پشت دقوقی مستتر. او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. تو همان دیدی که ابلیس لعین، گفت من از آتشم آدم ز طین. چشم ابلیسانه را یک دم ببند، چند بینی صورت آخر چند چند. نیک بنگر اندرین ای محتجب، که دعا را بست حق بر استجب. هر که را دل پاک شد از اعتدال، آن دعایش می رود تا ذوالجلال. زلف رها در بادت آخر داد بر بادم، لایق نبودم بندگی را کردی آزادم. بردم شکایت از تو پیش مستی چشمت، لب وا نکرد اما صدای سرمه بنیادم. زلف رها، قطعه زیبا از ناصر عبداللهی عزیز. در هر کجا باشی فراموشت نخواهم کرد، گفتی یادم آغوش چشمم بردی از یادم. خواهد شنید آخر تو می گفتی دلو دیدی پشت درت بی اعتنایی من فریادم. پشت درت بی اعتنایی من فریادم. یک روز چون زنجیر در پای من افتادی، یک روز چون زنجیر در پای من افتادی. یک عمر همچون سایه بر پای تو افتادم. یک عمر همچون سایه بر پای تو افتادم.
بارالها مرا از همه جز خودت منقطع ساز و دیده دلم را به نوری که تو را مشاهدت کند روشن فرما تا دیده بصیرتم حجاب‌های نور را بردارد و به نور واقعی عظمتت واصل و جان ما به مقام با عزت و قدسی تو در پیوندد. خداوندا مرا ذاکر دائمی خود ساز که هرگز عهد و دوستیت نشکنم و یادت فراموش نکنم و از حمد و شکرت لحظه‌ای غافل نشوم و امرت را سبک نشمارم. خدایا مرا به نور عزت خود که نشاط آورترین است پیوند تا عارف تو باشم و از غیر تو غافل و روی گردان و مراقب حاضر در حضور مأمن امنت باشم. خدایا مرا از آنانی قرار ده که چون او را ندا کنی تو را اجابت کنند. خدایا مرا شیدا و حیران یادت از برای یادت قرار ده. خدایا مرا در میان اهل محبت امید به محبت بیشتر و سرمست و بیقرار تو بودن مقام ده. همراهان عزیز، به پایان 5مین قسمت برنامه‌مون رسیدیم. دوستانی که ما رو در این قسمت همراهی کردند به ترتیب حضورشون معرفی می‌کنیم: خانم سارا محسنی، سرکار خانم مریم سجادی، آقای حسین آذرنیا و جناب آقای رضا علیزاده. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بی همتا می سپاریم. بدرود.